آروم دستا رو ببرید عقب‌تر، کمر محکم‌تر. دست که میره عقب تا یه جایی میره و محدود میشه حرکت، به راحتی تا زمین نمیرسه. عقب رفتن دست عضلات کور رو در جهت خلافش برمیگردونه. بعد بازو بیار بالا، دستاتو دور کن، کتفاتو پایین نگه دار، بکش به سمت سقف، آروم آروم ببر به سمت زمین. بازو میچرخه دیگه، پایین تر نمیره از یه جا، کمر محکم تر میشه و عضلاتو به همون شکل قفل و محکم نگه میداریم. بعد اما بازدم‌ها عمیق و طولانی ادامه. دست کنار بدن میزنیم رو زمین، کف دست روی زمین. همینجوری قفل لگن رو محکم نگه دارین رو حالت نوترال و لگن رو آروم بالا بیارید. لگن رو که بالا میارین، مهره‌های کمر از پایین ترین مهره 1 به 1 باید جدا بشه، بیاد به سمت بالا. لگن رو به عقب میچرخونین و بعد جدا میکنین. از همون ابتدای جدا شدن عضلات گلوتستون باید کاملا منقبض بشن. و همینطور عضلات پشت پا، تمام عضلات کف پا رو به زمین فشار بدین. 5 انگشت پا رو باز و پهن کنین. توپ پا، لبه خارجی پا، پاشنه پا، عضلات پشت ران، لوت، عضلات شکم و تنفستون رو به همون شکل عمیق و طولانی ادامه. توپ پا سنگین تر. بسیار عالی. میشینین روی زمین به حالت دانداسانا. نجان یکم بیاین برتر بزن. خوبه. آره خوبه. شهرزاد یکم بیا جلوتر. بیانا یکم بیا جلوتر. خوبه. چه دانداسانا میشینین و دست ها رو کنار بدن روی زمین، انگشتا به سمت جلو، کف دست روی زمین باز و پهن. پشت رو صاف میکنیم، قد رو بلند میکنیم و کتفا رو به سمت پایین جهت میدیم. شانه داخل گردن، عضلات راست کننده ستون فقرات منقبض میکنیم. زانوها رو
با انقباض عضلات 4 سرمون قفل میکنیم. مچ پاها فلکس میشه، انگشتان پا باز و پهن و استخوان ران رو به داخل میچرخونیم. به همون شکل دم و بازدم رو عمیق و طولانی انجام میدیم و پشت رو صاف و صافتر میکنیم. مچ پا فلکس تر، لبه خارجی پا رو به بدن کمی نزدیکتر میکنیم. مهره‌های ستون فقرات رو به سمت بالا از هم دور میکنیم و وزن رو به سمت جلو شیفت میکنیم. بلند و به سمت جلو. فلکسورهای هیپ درگیر میشه، عضلاتی که پا رو از زمین جدا میکنن اینجا منقبض میشه، ولی در عوض به جای اینکه پا بالا بیاد شما به سمت جلو محکمتر میشید. اما بازدم ها عمیق و طولانی. یا همین حالتی که نشستین لبه خارجی پاتون رو به سمت خودتون بیشتر میکشین، عضلات کنار قوزک خارجی پاتون منقبض میشه، عضلات پرونیل و در خلاف جهتش اینورژن و ایورژن مچ پا کامل توی فلکشن هست. لبه خارجی پا رو به سمت خودتون و لبه خارجی رو دور میکنین، لبه داخلی رو میکشین به سمت خودتون. همزمان عضلات 4 سر منقبض هست، مچ پا فلکشن کامل هست و عضلات 4 سر قفل و اکتیو. دامنه حرکتتون کم هست. انگشتای پا رو بازتر کنیم، پهن‌تر کنیم. پنجه پا رو بسیار عالی. مچ پا رو به همون شکل نگه دارین، زانوها رو کمی خم‌تر کنیم. زانو خم‌تر میشه، خم میشه، جمع میشه یکم توی شکم. عالی. مچ پا رو همونجوری فلکس نگه دارین، دستا رو از زمین جدا کنین، به سمت جلو بیارین روبروی قفسه سینه و آروم آروم دستا رو میارین بالا و به سمت جلو تا میشین. شکم رو به ران نزدیکتر. دست آروم آروم کشیده تر، بالاتر و مهره‌های گردن رو قفل میکنیم. جا نمیاد داخل گردن. آرنج ها صاف، بازوها به خارج میچرخه، مچ پاها فلکس. عضلات کور اکتیو میشه، به سمت جلو تا میشه. رامش قشنگ از اینجا نگاه کن، از اینجا تا میشی با پشت صاف. عالی. صافتر. یکم زانوتو میتونی خم‌تر کنی. خم‌تر. خوبه. حالا دستا جلو، چونه توی گردن کشیده و پشت صافتر، مهره‌های قفسه سینه صافتر، دستا عقب‌تر مرجان نگهدار. 5 بار یک پله دست رو به عقب‌تر و یک پله به جلوتر تا میشیم. از عضلات روی رونتون باید کمک بگیرین برای اینکه بتونیم به جلو تاشیم، کور کامپرشن بریم. بسیار عالی. آرنج صاف.
سر در راستای ستون فقرات 3 4 دستا به هم نزدیکتر تریچه دور نکن و 5 بسیار عالی. دستا میاریم کنار بدن، پا رو جمع میکنیم، 5 نفس استراحت میکنیم و برمیگردیم به تمرین. میایین توی کوادراپ میشین. به کوادراپ پاها رو به هم میچسبونین و میایین عقب میشینین روی پاتون، روی ساق پا و دو زانو میشینین. دست از زمین جدا میکنین، میذارین روی پاهاتون. پا پوینت میشه کاملا توی پلانتر فلکشن یا پوینت. پاشنه پا رو به هم نزدیک میکنین و بعد میشینین روی پاها. بعد از اینکه نشستین روی پا، پشت رو صاف میکنین و عضلات کف پا رو منقبض میکنین. انگشتای پا رو انگار که میخواین مشت کنین، عضلات کف پا رو کامل منقبض میکنین، محکم. و محکم‌تر. پاشنه پا رو به هم نزدیک نگه میدارین، تلاش میکنین به هم نزدیک ترش کنین. کف پا سفت، انگشتای پا رو جمع کن. سفت محکم‌تر. دست پا خیلی باید تلاش کنین محکم، پاشنه پا دور نشه از هم. دست رو بذارین کنار بدنتون، نوک انگشتا رو بذارین روی زمین و به آرومی زانو از زمین جدا میشه. وزن رو میبرین روی پاهاتون به سمت انگشتای پاتون. آروم آروم زانو رو از زمین جدا کنین، جمع کنین داخل شکم. دست جلوتر بذارید. آروم جدا میکنی، میاری بالا و به عقب جمع میکنی داخل شکم. هرچه تا جایی که میتونی سعی کن روی پات رو زمین بمونه. زانوتو بذار رو زمین، روی بیا قشنگ رو زمین. حالا آروم آروم جدا کن. تلاش کن که روی مچ پات روی زمین بمونه. نگه میدارین، هولد میکنین و همچنان کف پا رو محکم قفل میکنین عضلاتش رو. مچ پا رو به هم نزدیک نگه میدارین، پاشنه پا از هم دور نشه. وقتی زانو رو بالا میارین هولد میکنین. 3 نفس دیگه. 3. کف پا رو خودتون باید منقبض کنین. 2 و 1. میستین توی ماونتین پوز. پای راستتون رو کمی عقب‌تر میذارین، روی پا رو میذارین روی زمین. روی پا رو زمین، انگشتای پا رو باز هم جمع میکنین توی کف پاتون. روی پا رو به زمین نزدیک. زانوی پای چپ رو یکم خم‌تر میکنین تا روی پای راست بیشتر بیاد روی زمین و همینطور که به زمین نزدیکتر میکنین فشار پای راست رو زمین بیشتر میکنین. زانوی چپ یکم خم میشه. چپ. حالا روی پای راست رو به زمین فشار. فشار روی پای راست رو به زمین بیشتر میکنین. دیگه زانو رو خمتر نمی کنین و تلاش میکنیم برای اینکه روی استخوان‌های تارسال، متاتارسال به زمین نزدیکتر شه و انگشتای کف پا رو توی کف پا جمع میکنیم. عضلات کف پا رو فشرده تر میکنیم و با فشار روی پای راست وزن رو از روی پای چپ کمتر.
میکنیم. وزن بیشتر میره به سمت راست، زانوی راست همتر. فشار روی پای راست. اگر میتونین وزن رو عقب نگه میدارین و یک پله دیگه میتونین زانوی پای چپ رو خمتر کنین. نزدیک کن روی پا رو بزنین. فشار بده. بیشتر. بیشتر عضلات ساق پا منقبض میشه. فشار بده. وزن روی پای راست نگه دار. حالا آروم آروم زانوی پای چپ رو صاف میکنین و روی پای راست رو تلاش کنین که به سمت زمین همچنان نگه دارین. کشش بیشتر میشه روی پاهاتون، زانوی پای چپ صافتر میشه. بسیار عالی. پا رو عوض کنین. پای چپ عقب‌تر میره تا پوینت و فشار پای چپ رو بزنین. آروم آروم بیشتر. پای راست رو خمتر کن. شهرزاد مرجان پای راستت نپیچه مچ پا. پای راست راست نگهش دار. فشار روی پای چپ. وزن سمت چپ. آروم آروم پای چپ رو فشار بدین و بیاین بالاتر. زانوی راست صاف. به ممتن پوز. پای چپ کنار پای راست. لبه خارجی پاها موازی هم. انگشتای پاتون رو از زمین جدا کنید. بیارین بالا. هر 5 انگشت بالا بیارید و از هم جدا کنید. هر 5 انگشت رو از هم جدا کنید. بالا و دور از هم. پنجه پاتون رو پهن کنین. عضلاتی که کنار شست پاتون هستن رو منقبض میکنین. شست پا به سمت هم میاد، نزدیکتر میشه. شست پا رو بالاتر، نزدیکتر به هم. نه به هم منظورم دوتا شست پاتون هست تا توپ پا رو زمین محکمتر شد. در ادامه وزن رو به سمت جلوتر میاد. عضلات روی پا و روی ساق پاتون رو منقبض میکنین. عضلاتی که مچ پا رو فلکس میکنن و وزن رو به سمت جلو میارین. همچنان انگشتا رو بالا و دور از هم نگه میدارین. آروم آروم وزن رو به سمت جلو بیارید. جلوتر. قفل کر رو داشته باشین. حالت نیوترال لگن رو بالاتر باشه. انگشت شست پای چپت. پاشنه پا روی زمینه. تلاش میکنیم که پاشنه پا رو زمین محکم کنیم ولی وزن رو جلو و جلوتر میاریم. همون جلو نگه داریم وزن رو بدون اینکه انگشتای پا از هم به هم نزدیک بشه و به سمت زمین بیاد. پاشنه پا رو از زمین به آرومی میلیمتر جدا میکنیم. بله انگشتا بالاه و آروم آروم پاشنه پا رو میاریم. میایم بالا. سعی میکنیم که وزن رو روی توپ پا نگه داریم. یعنی
وزن رو نبریم به سمت انگشت کوچیک پا، زیاد بالا نمیاد پاشنه پا، نگه داریم. حالا عضلات جلوی ساق پاتون رو صفر کنین، همون عضلاتی که مچ پا رو فلکس میکنه، تا دوباره پاشنه پا رو بکشید به سمت زمین. وزن یک پله جلوتر اومده، پاشنه میاد رو زمین، انگشتای پاتون رو همونجوری باز و پهن میارین میذارین روی زمین و وزن رو جلو نگه داشتین. حالت نوترال لگن اینجوری این قفل نگه میداری، وزن آروم آروم به سمت جلو میاری به سمت انگشتای پا. پاشنه پا رو از زمین جدا نمی کنیم، با انگشتای پا مانع از افتادن بدنمون میشیم به سمت جلو، ولی تا جایی که میتونیم وزن رو به سمت جلو میاریم. هر 5 انگشت باید کار کنه روی زمین تا شما بتونین وزن رو به سمت جلو بیاریم. ادامه بدیم جلو و جلوتر. زانوها رو قفل کنین، پشت پا و عضلات گلوتستون رو منقبض کنین، زیر ناف رو به سمت کمرتون بکشین. بعد بلندتر میشه، حتما عضلات کور اینجا باید قفل و محکم باشه. اون رو به داخل بچرخونین و زانو رو 1 درجه خم. اگر قفل عضلات کور رو داشته باشین، خود از لگن کمی به جلو تا میشین. زانو 1 پله خم میشه، زانو 1 پله خم میشه. همینجوری بالا باش، یه بار دیگه قفل نگهدار کورتو. حالا زانو یکم خم کن. عالی، آفرین. لگن رو حالت نوترال نگه داریم. زانو که داره خم میشه، عضلات جلوی ساق پا بیشتر داره کار میکنه. با همون عضلات شما باید ادامه بدین به سمت بیشتر خم کردن زانوتون، ولی تا جایی که این عضلات میتونه زانوی شما رو خم کنه. یعنی همچنان باید قفل کور و اتصالش به عضلات جلوی ساق پاتون رو حفظ کنیم. پاشنه پا روی زمین سنگین، پاشنه سنگین، حالت نوترال لگن، زیر ناف تو. پاشنه پر کن، جلو نچرخون. این اینجا نگه دار. انگشتای پا رو به زمین فشار بدین محکم، دست رو آروم آروم بیارین جلو، کتفا پایین باشه، بازوها رو بچرخونیم، چونه توی گردن قفل و آروم آروم دست رو به سمت بالا ببرین. انگشتای پا همچنان روی زمین محکم و سنگینه. دست که بالا میاد، کتفا رو متصل میکنین به عضلات جلوی ساق پاتون و نگه میدارین. 5 نفسه. 4 3 2 و 1. میاین به ماونتین پوز. پای راست رو به اندازه 3 تا کف پا میبرید عقب. پنجه پا رو میذارین رو زمین و پاشنه پا رو بالا. انگشتای پا رو اول باز کنین از هم دیگه و بیاین روی شست پا و بقیه انگشتای پا. شست پا رو اول کمی بهش کشش میدیم، روی زمین سنگین تر میشه، به اکستنشن کامل قرار میگیره. پای راست پریشه، نذار به چرخه پاشنت به سمت تو بیاد. پاشنه دقیقاً در ادامه توپ پا و شست پا هست. پا تو داری میچرخونی الان به خارج رونه تو. پاشنه رو قشنگ بیار بالای
توپ پات نذار بچرخه. وزن رو عقب نگه دار، جلو نیار، به جلو تا نمیشیم. آروم آروم پاشنه پا رو میارین بالاتر و پای راست رو به زمین فشار میدیم. وزن رو به سمت عقب متمایل میکنیم. پای راست رو صاف نگه میداریم و در ادامه پاشنه پای چپ رو از روی زمین آروم آروم جدا میکنیم. زانوی پای چپ یکم خمتر میشه. پاشنه پای چپ میاد بالا، میایم روی توپ پا و پای راست همچنان صاف با حالت پلنتر فلکشن یا پوینت، فقط انگشتا به اکستنشنن. زانوی چپ خمتر میشه و پاشنه پای چپتون آروم آروم باید به سمت بالا بیارین طوری که زانوی پای راست صاف بمونه. یعنی لگن اینجا کاملا استیبل و ثابته، هیچ حرکتی نداره، نه به جلو نه به عقب نه به بالا نه به پایین. حالت نیوترالش رو نگه دارین و تا جایی که میتونین از عضلات کف پای چپتون کمک بگیرید تا پاشنه پای چپ رو بالاتر بیارین. از عضلات ساق پا، کف پا، بالا و بالاتر. زانو که خم میشه به سمت جلوتر هم میره. نگه میدارین همینجا. حالا تلاش میکنین پاشنه پای راستتون رو، زانوی پای چپ همونجا میمونه، عقب نمیاد با وزن بدن. حالا پاشنه پای چپ رو به سمت زمین میکشین، راست رو به سمت زمین میکشین و زانوی راست قفتر میشه. رون پای راست رو به داخل میچرخونین و کشش رو میارین روی پای راست. انقباض رو گلوتستون. پاشنه پای چپ همچنان بالا، زانوی پای چپ هم بکشیدش به سمت زمین بدون اینکه پا به چرخ مرجان، پا نچرخه اصلا. وزنم زانو هم عقب نمیاد. عالی. هولد کنیم. یه پله دیگه پاشنه پای چپ رو به بالا و زانوی چپ رو به جلو بکشید. کشش روی پای راست بیشتر شه. زانوی پای راست قفتر، قفت دیگه محکم. بعد بکشش پاشنه رو به سمت زمین پای راست رو از فلکسورهای مچ پا. پای چپ خلافش رو انجام میده، به سمت جلو میاد و بالا. همونجا میمونین. حالا آروم آروم زانوی پای راستتون رو خم میکنین و به سمت زمین میارین. آروم آروم بیاین به سمت زمین. پات نچرخه مرجان. بیا به سمت زمین. عالی. پای چپ بالاتر، وزن روی شست پای راست و پای چپ تقسیم میشه. زانوی پای راست آروم آروم به سمت زمین میاریم، نزدیک میکنیم به زمین. حالا آروم آروم وزن رو میبریم عقب، تا میشیم به عقب. کلا برمیگردیم به ماونتین پوز. پای چپ رو میارید عقب، شست پای چپ اول استرچ بشه. یکم پاتو ببر عقب‌تر. 3 تا کف پا ببر. خوبه. دقت کن به تمام چیزایی که میگم. پاشنه پای چپ بالا، زانوی پای چپ صاف، قفل. آروم پاشنه پای راست رو بالا میاریم و زانو خم میشه. نشد مرجان. ببین اول زانوی پای چپ رو قفل میکنی، پاشنه‌شو میاری بالا، لگن رو همونجا ثابت نگه میداری. یکم رون پای چپ رو به داخل بچرخون.
حالا آروم آروم پنجه پای راست رو سنگین میکنی، پاشنه میاد بالا، زانوی راست خم میشن. به جای اینکه به جای اینکه خودتو ببری بالا، کل وزن رو، بدن رو، فقط زانو خم میشه. یعنی بالا آمدن پاشنه پای راست رو توی زانو کامپنسیتش میکنی، جبرانش میکنی. و پای چپ همچنان قفل و محکم. آروم آروم میاریم بالاتر. عضلاتی که الان داره درگیر میشه توی پای راست توی کف پا هست و عضلاتی که متصل شدن به استخوان ساق پای راستتون، نزدیکتر به استخوان نسبت به عضلات دوقلو و عضلات نعلیتون، گاستروکنیمیوس و سولوس. عضلات پاستریور تیبیالیس اونا دارن کار میکنن الان. تفاوتشون با دوقلو و نعلی اینه که اونا متصل میشن به پاشنه، عضله پاستریور تیبیالیس متصل میشه به استخوان‌های کف پاتون. یعنی بیشتر روی اونا داریم کار میکنیم. پای راست یه پله بالاتر. حالا تلاش میکنیم پاشنه پای چپ رو به زمین نزدیکتر، زانوی پای چپ بافتر و پاشنه پای چپ رو با انقباض پشت پا و گلوتستون به زمین نزدیکتر میکنیم و همینطور فلکسورهای مچ پاتون و زانوی پای راست رو همچنان سعی میکنیم خم و رو به جلو نگه داریم. هولد میکنیم پاشنه پای چپ به سمت زمین بکشش، ادامه بده. زانو بافتر، عضلات کور درگیر. حالا آروم آروم زانوی چپ رو خم میکنیم، پاشنه بالا بمونه، آروم خم و خمتر میشه، به سمت زمین میاد. و وزن رو به عقب و عقب‌تر میبریم. پاشنه پای راست یه پله بالاتر، برمیگردیم. پاها اندازه عرض لگن باز باشه، یه 5 سانت هم بازتر بهتر. خیلی باز کردی پایشه، عرض لگن 4-5 سانت بیشتر از عرض لگن. بسیار عالی. میرید به لبه خارجی پاهاتون. اول لبه خارجی پا رو موازی کنین و بعد آروم آروم برین رو لبه خارجی پاتون. دوباره یادی به این ورژن آروم میان رو لبه خارجی، نگه میدارین و انقباض آروم آروم بیشتر میکنین. برو لبه خارجی، بیشتر میکنین انقباضو. عضلاتی که لبه داخلی پا رو از رو زمین جدا میکنه منقبض میشن، داخل مچ پاتون هست، سمت قوزک داخلی پاتون. اینا رو منقبض تر کنین. نگه دارید. لبه داخلی پا رو بیارین رو زمین، بذارین پاتون رو زمین، پنجه پاتون رو 15 تا 20 درجه به داخل بچرخونید. بیشتر بیشتر بیشتر. از اون حالت موازی در میاد. یه ذره دیگه بچرخون به داخل. دوباره برید رو لبه خارجی پاها. حالا به هم پا رو نزدیک‌تر کنید یکم و انقباض رو بیشتر کن.
بچرخون به داخل پنجه پاتون. پاتون اینجوری بذار، بعد بیار. خوبه. زانو صاف، بیار لبه خارج. بعد تلاش کنین منقبض کنین مچ پا رو، همینجوری وای نستین، منقبض تر کنین. ببینیم کدوم عضله این لبه داخلی پا رو جدا میکنه، اونو هی محکم و محکم تر کنین. انگشتای پاتون رو جمع کنین توی کف پا، نگه دارین و حالا 4 انگشت رو کف پا نگه دارین. شست پاتون رو بیارید به سمت بالا تو اکستنشن و شست پا رو بکشین به سمت خودتون، به سمت بالا از رو زمین. هی سعی کنین جداش کنین، بکشینش به سمت بالاتر و تلاش کنین که قوزک خارجی پاتون رو به زمین نزدیکتر کنین، جدا کنین قشنگ لبه داخلی پاتون رو. به همون شکل نگه دارین. دست پا رو بکشین به سمت بالاتر، 4 انگشت توی کف پا. شست پا به سمت بالا میگم بیاد، یعنی باید دور بشه از 4 انگشتتون. علاوه بر اینکه تو اکستنشن میاد، باید ابداکت هم بشه. بکشش بالاتر، مرجان محکمتر. هولد. حالا آروم آروم وزن رو ببرید جلوتر. وزن رو بیارین جلوتر و جلوتر. بسیار عالی. توی ماونتین پوز برمیگردیم. قفل لگن تو کورتو نگه دار. اینجوری وای نست. ماونتین پوز باشین و پای راست رو آروم از روی زمین جدا میکنین به سمت پا. یه بار پاتون بزنین زمین نشه. وزن رو قشنگ روی کف پای چپ کنترل کنین. خیلی باید تلاش کنین که وزن رو به سمت چپ نبرید. وزن رو باید همینجا نگه دارید. برای اینکه بتونین وزن رو اینجا نگه دارین، باید عضلات کف پاتون، انگشتای پاتون خیلی کار کنه. حالا آروم آروم پای راست رو بیارید بالا. وزن مایل به راست نگه دارید که لگن، هیپ تکون نخوره. مچ پای راست همونجوری تو فلکشن آروم میاد بالا. تو فلکشن مرجان نیار بالا، بعد بیار تو فلکشن. فلکشن نگه دار، بعد بیار بالا. زانو خم میشه میاد بالا. باریکلا. مچ پا به داخل و خارج نچرخه. آروم آروم میارین بالا. الان همه وزن باید روی توپ پا و شست پای چپتون باشه. بیشتر وزن زانوی پای راست بیا 90 درجه. نگه میدارین. زانوی پای چپ رو قفل میکنین و سمت راست هیپ رو به سمت زمین حفظ میکنین. نمیذارین بیاد بالا. سمت پایین نگهش میدارین. عالی. سعی کنین رون به داخل و خارج نره. مچ پای راست فلکس باشه. به یک نقطه روی زمین خیره میشین. زانوی پای چپ رو قفل میکنین. قد آروم آروم بلندتر میکنین. زیر ناف به سمت تو میره. زانوی پای چپ قفل و قفل‌تر. بسیار عالی. هولد. به آرومی میپیچین به سمت چپتون. پا هم میره باهاش مرجان. پای راست هم میره. آروم آروم میپیچین به چپ و زانوی پای چپ رو قفل‌تر میکنین. بچه خیلی پیچیده. 2 بودی. 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
به چپ برمیگردیم توی ماونتین پوز. پای چپ رو میاریم بالا. پای چپ میاد بالا، مچ پای چپ فلکس، زانوی پای راست قفل، یعنی سمت چپ به زمین نزدیک. پای چپ که میاد بالا بعد هی انقباض توی پای راست گلوتستون بیشتر بشه، حالت نیوترال لگن، زانوی پای راست قفل. به نفس دیگه میمونیم و بعد به آرومی میپیچیم به سمت راست. پای راست محکم رو زمین میمونه. بسیار عالی، نگه میداریم. برمیگردیم، پای راست رو دوباره بالا میاریم، وزن رو جلو و به سمت راست متمایل نگه داریم و پای راست رو آروم میاریم بالا. پای راست رو میاریم بالاتر، پای چپ قفتر. بسیار عالی. لگن سمت راست رو به زمین نزدیکتر میکنیم. دست چپتون رو به سمت چپ باز میکنیم و وزن رو آروم آروم متمایل میکنیم به سمت راست. نگه. حالا رون پای راست رو به داخل میچرخونیم. نمیچرخه اصلا، ولی کور و هیپتون محکم تر میشه. وزن رو بیارین جلوتر، عضلات گلوتستون رو منقبض تر کنین، زانوی پای چپ قفتر و محکمتر، قد بلندتر. آفرین. و برمیگردیم. پای چپ رو میاریم بالا، مچ پا فلکس، زانو توی 90 درجه، زانوی پای راست قفل، لگن سمت چپ به زمین نزدیک، مچ پای چپ به خارج نچرخه و زانوی راست محکم. دست راست رو به سمت راست و وزن رو مایل به سمت چپ نگه می‌داریم، لگن سمت چپ به سمت زمین. عالی. و رونه پای راست رو به داخل بچرخونیم. هولد می‌کنیم. باید تلاش کنی که عضلات گلوتستون رو منقبض تر کنید. زانوی پای راست رو هی به عقب تر بکشین، سکویز کنین عضلات چهار سرتون رو و رونه پای چپ رو به داخل تر بچرخونید. پیدا کنین چجوری قفل میشه هیپ. 2 و 1. برمیگردیم، پای راست رو دوباره بالا میاریم و پای راست رو میبرید عقب. پا رو پوینت میکنین و زانو رو صاف میکنین. پای راست رو میبرین به سمت انتهای متتون. زانوی